ملحدان به امام ابو حنیفه رحمه الله گفتند که خدای تو در کدام سال به وجود آمده است؟ امام ابو حنیفه رحمه الله گفت خداوند قبل از هر تاریخ و زمانی وجود داشته است و هیچ چیز قبل از او وجود نداشته است. گفتند مثال واقعی برای اثبات نظر خود بیاور. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت قبل از 4 چند است؟ گفتند 3. گفت قبل از 3؟ گفتند 2. گفت قبل از 2؟ گفتند 1. گفت قبل از 1؟ مهلت جواب داد و گفت قبل از 1 چیزی نیست. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت اگر این یک عدد باشد که قبل از آن چیزی نیست، پس خداوند یکتای واقعی چی که ازلی و قدیم است و قبل از او چیزی نبوده است. مهلت باز پرسید و گفت پروردگارت را به کدام طرف هست؟ امام ابو حنیفه رحمه الله گفت اگر چراغ را در جای تاریک قرار دهید نور آن به کدام جهت هست؟ گفتند به تمام جهت. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت این نور چراغ یعنی یک نور مصنوی است که روشناییش به هر طرف هست. پس نور آسمان ها و زمین چی؟ مهلت سوال سوم خود را این گونه پرسید که ذات پروردگارت را برای من توصیف کن. همانند آهن جامد است یا مثل آب مایع است و یا مثل دود و بخار گاز است؟ امام ابو حنیفه رحمه الله گفت آیا تا به حال در کنار مریضی نشسته اید که در حالت مرگ باشد؟ گفتند بله نشسته ایم. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت آیا بعد از آن که مرگ او را ساکت کرد توانستید با او گپ بزنید؟ گفتند نه. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت آیا قبل از مرگ سخنی می گفت یا حرکت می کرد؟ گفتند بله. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت چی چیزی او را تغییر داده بود که حالا گپ زده نمی توانست؟ گفتند خارج شدن روحش. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت آیا روحش خارج شده است؟ گفتند بله. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت پس این روح را برایم توصیف کنید. مثل آهن جامد است یا مثل آب مایع است و یا مثل دود و بخار گاز است؟ گفتند چیزی از آن نمیدانیم. امام ابو حنیفه رحمه الله گفت اگر علم شما به روح مخلوقات نمی رسد، پس چی انتظار دارید که من ذات الله سبحانه و تعالی را برایتان توصیف کنم؟